بعد از مدت‌ها یه راهنمای خرید کامل و جامع گوشی آوردم برات که از 8 میلیون تومان تا هر چقدر که پول داشته باشی میتونی با این راهنمای خرید توی خرداد 1404 انتخابتو بکنی یا بری خرید کنی و لذت رو ببری. من یه لیست برات آماده کردم که توی این لیست گوشی‌های مختلف بهت معرفی میکنم، مثلا تا 8 میلیون تومان چه گوشی‌هایی خوبن و شاخصه‌های اصلیشون چیه، اون مشخصات برترشون چیه، که بتونی بر اساس اون و خواسته خودت انتخاباتو کنی و بری خریدتو انجام بدی و لذتش رو ببری. اما قبل از هر چیزی خیلی ممنون میشم اگه چنل رو سابسکرایب کنی و ویدیو لایک کنی و توی کامنت هم هر جور که تونستی بهم انرژی بدی که مسلما با انرژی و حمایت شماست که این مسیر ادامه داره. خب بریم سراغ بخش اول یا رده اول تا 8 میلیون تومان. تو اینجا ما 3 تا گوشی شاخص داریم و 3 تا گوشی رو میتونم بهتون معرفی کنم. گوشی اول گلکسی A35s یه بدن پلاستیکی داره. واقعا تو این بازی قیمتی به نظرم انتخاب خیلی خوبیه. صفحه نمایش 6.7 اینچی با رفرش ریت 90 هرتز که خب گزینه خوبی به حساب میاد. اسنپدراگون 680 داره و باتریش هم 5000 میلی آمپر ساعتیه که شارژ سریع 25 واتی رو پشتیبانی میکنه. 4 سال هم پشتیبانی نرم افزاری بهت میده که در مجموع به نظرم توی با این هولوش قیمتی 7 تومن گزینه مناسبی به حساب میاد. اما اگر نخواستی این رو بخری میتونی A06 رو هم بخری، اینم یه انتخابه. ولی داخل پرانتز اینو بگم به نظر من A05s فعلا ارزش خرید بالاتر نسبت به A06 داره. ولی خب A06 یه سری برتری داره که میگم خیلی شاخص نیست. قیمتی هم که الان توی بازار براش هست، رم 4 گیگ، حافظه 64 گیگ، هولوش 8 تومن، 7900، 8 تومن، 8200 بر اساس اون رنگ و این داستان‌های مقدار متفاوت میتونه باشه توی فروشگاه‌های مختلف. اما گزینه دوم توی این بازی قیمتی شیائومی ردمی A5 که این هم گزینه خوبیه. پردازندش نسبت به A05s یه مقدار پایین‌تره، میشه گفت تمام توی رده، ولی یه مقدار به نظر پایین‌تره مخصوصا توی بازی بلند مدت. اما صفحه نمایشش رفرش ریت 120 هرتزی داره که خیلی گزینه خوبیه. باتری 5200 میلی آمپر ساعتی هم داره، اما از اون طرف شارژ سریع 15 واتی رو فقط پشتیبانی میکنه که خب نسبت به A05s پایین‌تره. توی این بازی قیمتی این دوتا گزینه‌های خوبی هم و الان توی بازار رم 4 حافظه 128 گیگش هولوش 7500 قیمت داره. پس قیمتش این مقدار از A05s پایین‌تره. اما انتخاب من و پیشنهاد من کدومه؟ A05s توی این بازار قیمتی. اما بریم سراغ 10 میلیون تومان تا 10 میلیون تومان یه گزینه شاخص داریم، ردمی 14C. به نظر من گزینه خوبیه توی این بازی قیمتی تا 10 میلیون تومان و بیشتر از این، بهتر از این ما توی بازار سراغ نداریم. اول از همه نکته که خیلی جالبه طراحیشه، یه طراحی واقعا جذاب داره. درسته بدنه پلاستیکی داره ولی توی دست حس جذابی میده. نمیگم قرار چیز خاص و عجیب غریبی تجربه کنید ولی توی دست حس جذابی میده. این صفحه نمایش 6.68 اینچی داره که رزولوشن HD پلاس و رفرش ریت 120 هرتزی داره. به نظر من گزینه خوبی. و از اون طرف پردازندش هم مدیاتک G81 که باز گزینه خوبیه توی این بازی قیمتی. باتریش هم 5160 میلی آمپر ساعتی با شارژ سریع 18 واتی. پایینه شارژ سریعش به نظر من خیلی پایینه، مخصوصا که توی شیائومی ها همیشه ما دیدیم شارژ سریع بالاتر، خب توی پایین رده هاش یه ذره خساست به خرج میده شیائومی دیگه. اما در مجموع این گزینه خوبیه تا هولوش 10 میلیون تومان، مخصوصا با طراحی و صفحه نمایش جذابی که داره. از اون طرف پردازندش هم پردازنده خوبیه براتون. یه نکته داخل پرانتز بگم بچه‌ها، تو این بازارهای قیمتی از پردازنده این گوشه و سخت افزار این گوشی ها نمیشه انتظارات عجیب غریبی داشت. یعنی نمیشه شما انتظار داشته باشید که بازی های با کیفیت آنلاین رو بتونه با کیفیت خیلی خوب و بدون لگ و داستان اینا براتون اجرا کنه. واقعا نمیشه. از اون طرف هم توی دوربینشون هم باز خیلی نمیشه انتظار عجیب غریبی داشت. در حد اینکه بتونید کارتون رو راه بندازه اوکیه، پس انتظار عجیب غریبی نداشته باشید. ولی خب در مجموع تو این بازی قیمتی، تو این بازاری که ما الان داریم با این نوسانات قیمتی و قیمت عجیب غریب، خب این گزینه خوبیه. الان هم توی بازار ردمی 14C نسخه 6 گیگ 128 حافظه داخلیش هولوش 9 میلیون تومان 8900 توی بازار فروشگاه مختلف میتونید پیدا کنید. اما
تا 12 میلیون تومان، جایی که میشه یه مقدار به سخت افزارشون بیشتر امید داشت و بگیم که میشه یه ذره فقط یه ذره بچه‌ها دارم تاکید می‌کنم، فقط یه ذره نسبت به گزینه قبلی بیشتر روی سخت افزارشون تاکید کرد. توی این بازی قیمتی بهترین انتخاب گلکسی A16 سامسونگ، بدنه و فریم پلاستیکی داره اما صفحه نمایش 6.7 اینچی سوپر آمولد با نرخ رفرش ریت 90 هرتز. تراشش هم تراشه جذابیه، مدیاتک G99 که گزینه خوبیه میگم برای سخت افزار توی این بازی قیمتی با 2 میلیون بیشتر به نظر من انتخاب جذابی میتونه باشه. باتریش هم یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی با شارژ سریع 25 وات که باز شارژ سریع بهتری داره و ارزش خریدش رو میبره بالاتر. توی دوربین هم دوربین اصلیش 50 سلفی 13 مگاپیکسل و پشتیبانی نرم افزاری 6 ساله داره که خب یه 2 پله میاره بالاتر نسبت به گوشی‌های قبل از این و قیمت‌های پایین‌تر که به نظر من انتخاب خیلی جذابی میتونه باشه تا این بازه قیمتی هولوش 12 میلیون تومان. الان هم توی بازار A16 نسخه 4 گیگ 128 گیگش حافظه داخلی 128 گیگ هولوش 11 و 200 11 و نیم میتونید پیدا کنید و خریدتون رو انجام بدید. یه نکته هم داخل پنل دوباره بگم که این قیمت رو که الان دارم میگم برای خرداد 1404 الان هم فکر کنم دارم ویدیو ضبط میکنم 14 خرداد باشه اگه اشتباه نکنم. و بریم سراغ بازی قیمتی بعدی یعنی تا 15 میلیون تومان. اینجا هم ما یه انتخاب جذاب داریم این دفعه از گوشی های شیائومی. ردمی نوت 14 4G گوشی که من خودم طراحیش رو دوست دارم، بدنه و فریمش پلاستیکیه اما جذاب و حس خوبی واقعا به آدم میده، حس بی‌کیفیت بودن نمیده. یه رنگ خیلی جذابم داره که یه حالت حاله نور روشه، اون خیلی خوشگله. اگه پیدا کنم حالا براتون عکسش میذارم ولی اون خیلی جذابه. اگه بتونم رنگش هم مینویسم، اسمش یادم رفت اینجا مینویسم رنگش چی بوده. اما صفحه نمایش این گوشی صفحه نمایش 6.67 اینچی آمولد و رفرش ریت 120 هرتز داره، روشنایی 1800 نیت داره و از اون طرف استاندارد IP54 رو هم پشتیبانی میکنه. در مجموع یه چند پله نسبت به حتی A16 سامسونگ اومد بالاتر با 3-4 میلیون تومان اختلاف قیمتی. تراشش هم G99 اولترا باز 1-2 پله بالاتر از نسخه قبلی گوشی قبلی و باتریش هم 5500 میلی آمپر ساعت در کنار شارژ سریع 33 واتیه که میده همه چیزش جذابتر از گوشی قبلی با 3-4 میلیون تومان افزایش قیمت. توی دوربینش هم دوربین از 108 مگاپیکسلی و سلفی 20 مگاپیکسلیه که توی دوربین من خلاصه بخوام بگم انتخاب جذابیه و کامل به نظر من کارو توی بخش دوربین براتون در میاره و یه انتخاب جذابیه. در مجموع تا هولوش 15 میلیون تومان. الان هم نسخه 8 گیگ رم حافظه 256 گیگش هولوش 13 و 500 700 800 تو این بازار قیمتی میتونید توی بازار پیدا کنید و خریدتون رو انجام بدید. و اما تا 20 میلیون تومان دو تا گزینه جذاب داریم اینجا، یک شیائومی، دو سامسونگ. اول این سراغ شیائومی. ردمی نوت 14 پرو 4G شیائومی که یه نکته منفی داره که اون خودم رو دودل میکنه برای خریدن این گوشی. خیلی عجیب غریب نیست، حالا بذار بهت میگم. اول بذار نکات مثبتش رو بگم، اون نکته منفی هم آخرش میگم. بدنه فرزی داره، فریم پلاستیکی داره، وزن مناسبی داره، صفحه نمایش 6.67 اینچی آمولد 120 هرتز با نرخ روشنایی 1800 نیت داره که در مجموع جذابه به نظر من. استاندارد IP64 رو هم پشتیبانی میکنه. تراشه مدیاتک G100 اولترا رو داره و از اون طرف سیستمش هم اندروید 14 هایپرOS یکه و اما باتری 5500 میلی آمپر ساعتی با آداپتور شارژ سریع 45 واتی. چقدر طولانی شد، 45 واتی داره که به نظر من خیلی گزینه جذابه و این 5500 رو توی 1 ساعت و 20 دقیقه شارژ کامل میکنه. دوربینش هم 200 مگاپیکسلیه و سلفی 32 مگاپیکسلی. اما نکته منفیش صفحه نمایششه که یه مقدار کروه، گوشه‌هاش خمیده است. شاید توی بحث گلس و این داستان، گلس و قاب و این داستان یه ذره اذیتتون کنه. همینه نکته منفی کلیش به نظر من همینه که من خودم واقعیت نمیرم سراغ این مدل گزینه‌ها، فقط به خاطر همین صفحه نمایشش مخصوصا این روزا که یه ذره اذیته. ولی خب خیلی‌ها میتونن انتخاب کنن چون به شدت هم
طراحیش جذابه، خیلی جذاب، من خیلی طراحیش رو دوست دارم. اما بریم سراغ گزینه بعدی. اما قبلش اینو بذار بگم قیمتش هم بگم. ردمی نوت 14 پرو 4G نسخه 8 گیگ و 256 حافظه داخلش الان هولوش 20 میلیون و 430 این، حالا یه ضربات از 20 میلیون توی بازار قیمت داره. و اما گزینه بعدی توی این بازه قیمتی گلکسی A26 سامسونگ که به تازگی هم معرفی شده، طراحیش هم یه ذره جدیدتر نسبت به نسخه قبلیش، اما بدنش پلاستیکی، قاب پشتی شیشه‌ای، صفحه نمایش 6.7 اینچی آمولد با 120 هرتز رفرش ریت و روشنی 800 نیته که 1000 نیت از رقیبش پایین‌تره. IP67 رو پشتیبانی میکنه که نکته جذابیه و تراشش هم اگزینوس 1380 که من خودم به طور کلی تراشه‌های مدیاتک رو توی این رده بیشتر قبول دارم، ولی خب این اگزینوس 1380 هم گزینه خوبیه. و از اون طرف باتریش هم باتری 5000 میلی آمپر ساعتیه که باز پایین‌تره و آداپتور 25 واتی هم که باز نسبت به نسخه رقیبش تو این بازه قیمتی پایین‌تره، ولی به خاطر ظرفیت کمش تو همون هولوش 1 ساعت 26 25 دقیقه فول شارژ میشه. دوربین اصلیش 50 مگاپیکسل و دوربین سلفیش هم 13 مگاپیکسله. اما نکته دیگه‌ای که داره اینه که اینجا امکان ضبط ویدیو با وضوح 4K 30 فریم داریم ولی توی رقیبش این امکان رو نداریم. A26 الان توی بازار نسخه 6 گیگ و 128 حافظه داخلیش رو میتونیم هولوش 18 میلیون تومان 18200 خرید کنیم، یعنی چیزی هولوش 2 میلیون تومان ارزان‌تر از رقیبش که نوت 14 پرو باشه. باز انتخاب با شما، من نکات مثبت منفیش رو بهتون میگم کامل، انتخاب مسلما با شماست. و اما تا حدود 25 میلیون تومان که اینجا 3 تا انتخاب داریم، 3 تا انتخاب که رقیبای جذابی هم هستن برای هم دیگه. گزینه اول پوکو X7 شیائومی، گوشی با یه طراحی جذاب که تقریبا میشه گفت همون ردمی نوت 14 پرو، واقعا همون اصلا طراحیش، آرایش رنگ بندی هاش ایناش متفاوته. بدنش و فریمش اینجا کاملا پلاستیکیه. صفحه نمایش 6.67 اینچی آمولد با رفرش ریت 120 هرتز و روشنایی 1200 نیت. استاندارد IP68 رو هم پشتیبانی میکنه. و اما تراشش دایمنسیتی 7300 اولتراست که گزینه خوبیه، مخصوصا اگر بخواید یه مقدار بیشتر باهاش گیم بزنید. یه گزینه جذابی به حساب میاد توی این بازی قیمتی برای این هدفی که با گوشی میتونید داشته باشید. چه جمله عجب غریبی شد. و اما 3 سال به‌روزرسانی اندروید و 4 سال به‌روزرسانی امنیتی رو هم میگیره. باتریش هم 5110 میلی آمپر ساعتی با آداپتور 45 وات که گزینه جذابی. دوربین اصلیش 50 مگاپیکسل، سلفیش هم 20 مگاپیکسل. و اما اینجا ما ضبط ویدیو، امکان ضبط ویدیو 4K رو هم داریم. بعضی مواقع توپق میزنم، منو ببخشید، ساعت فکر کنم 10 دارم ویدیو رو ضبط میکنم 10 شب. اما قیمتش هم پوکو X7 شیائومی رو الان توی بازار با رم 8 و حافظه 256 گیگ رو میتونید هولوش 22 میلیون تومان 21 و نیم 22 میلیون تومان خرید کنید. و اما گزینه بعدی تو همین بازه قیمتی گلکسی A36 سامسونگ، گوشی که طراحیش مثل A26 متفاوت شده نسبت به نسل قبلش، جذاب به نظر من از نظر طراحی. بدنش شیشه‌ایه، بدنه پشت شیشه‌ایه اما فریمش پلاستیکیه. صفحه نمایشش هم یه صفحه نمایش 6.7 اینچیه آمولد با رفرش ریت 120 هرتز و روشنایی 1200 نیت. و از اون طرف IP67 رو هم پشتیبانی میکنه و تراشش هم اسنپدراگون 6 نسل 3 که اینجا من هر کاری کنیم اسنپدراگون رو بیشتر میتونم انتخاب کنم، چون توی بازی بلند مدت فعلا اسنپدراگون از بقیه برندها و بقیه مدل‌های چیپست‌های مختلفی توی گوشی‌ها به کار میره. به نظرم توی بازی بلند مدت بازدهی بهتری میتونه بهمون بده. اندروید 15 روشه و رابط کابل وایفای 7 که یعنی کاملا بروزه. و نکته خیلی جذاب که رقباش ندارن، 6 سال بروز رسانی اندروید داره، 6 سال. و از اون طرف 7 سال هم امنیت، بروزان امنیتی داره. اگر شما یعنی شخصی باشی گوش رو طول مدت میگیرید و استفاده میکنید، به نظر این خیلی گزینه خوبی میتونه باشه، مخصوصا از نظر امنیتی که میتونه براتون انتخاب مناسبی باشه. اما باتریش هم یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی با شارژ سریع 45 واتی که
لایک بزرگم اینجا بهش میدم و اما دوربینش دوربین 5 مگاپیکسلی با سلفی 12 مگاپیکسلیه. ضبط ویدیو 4K رو هم مسلما داره. اما تو چه قیمتی؟ الان 8 گیگش با حافظه داخل 128 گیگ هولوش 23 و نیم 24 و نیم این هولوش میتونید خرید کنید. انقدر نوسان توی بازار هست که فروشگاه با فروشگاه ممکن 1 میلیون تومان اختلاف قیمت داشت، مثلا عجیب غریبه. و اما گزینه بعدی که مخصوص خاص پسنداست به نظر من، ناتینگ فون 2A، گوشی که من ویدیو بررسیش رو توی پیجم گذاشتم، توی یوتیوب فکر کنم نذاشتم، اگر گذاشته باشم حالا لینکش رو براتون میذارم، اگر نداشته بودم توی پیج گذاشتم، اونجا میتونید برید ببینید که آیدی پیجم اونجا براتون میذارم. اما بدنش پلاستیکیه، همونطور که میدونید بدنه پشتی شفافه و یه سری LED ها و نورها هست که کارو کامل جذابتر میکنه نسبت به بقیه گوشه و واقعا به نظر من خاص پسنده این گوشی. پنل نمایشگر 6.7 اینچیه آمولد با رفرش ریت 120 هرتز و استاندارد IP54 رو هم پشتیبانی میکنه. تراشش هم یه تراشه دایمنسیتی 7200 پروه که به نظر من گزینه مناسبیه برای گیم، هم میتونه مناسب باشه ولی نمیشه انتظار عجیب غریبی ازش داشت. 2 سال به روز رسانی اندروید رو میگیره، 3 سال امنیتی، ولی با اندروید 14 عرضه میشه که یعنی 15 و 16 رو فقط میگیره. خیلی خفن نیست ولی خب میتونه جذاب باشه. اما از اون طرف رابط کاربریش ناتینگ او اسه که یه رابط کاربری خاصه، یه جورایی همون اندروید خامه با یه سری دستکاری های مخصوص خود ناتینگ که کلا جذابش میکنه. من رابط کاربریش رو خیلی دوست داشتم وقتی باهاش کار میکردم. و باتریش هم یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی با شارژ سریع 45 واتی که باز به نظر من گزینه خوبه. دوربین اصلیش هم 50 مگاپیکسل و سلفی 32 مگاپیکسل و ضبط ویدیو 4K رو هم اینجا داریم. اما ناتینگ فون 2A رو با 12 گیگ رم و 256 گیگ حافظه داخلی میتونید الان توی بازار هولوش 24-25 میلیون تومان خرید کنید، یه وقت بالاتر 25 تومان خرید کنید که به نظر من گزینه جذابیه. و اما بریم سراغ قیمت بعدی، یعنی تا حدود 30 میلیون تومان که دو تا گزینه نسبتاً جذاب داریم اینجا. یک پوکو X7 پرو که به نظرم برای گیمرها انتخاب کاملیه و میتونه جذاب باشه. بدن و فریمش پلاستیکیه، پنل نمایشگرش 6.67 اینچی آمولد 120 هرتز با روشنایی 3200 نیت. استاندارد IP69 رو هم پشتیبانی میکنه که یه لایک بزرگ میشه بهش داد و تراشش هم تراش دایمنسیتی 8400 اولترا که میگم کاملا برای گیم میتونه انتخاب مناسبی باشه. سیستم اندروید 15 و رابط کاربری هایپر او اس 2، 3 سال به‌روزرسانی امنیتی و 4 سال 3 سال به‌روزرسانی اندروید و 4 سال به‌روزرسانی امنیتی میگیره. باتریش هم یه باتری 6000 میلی آمپر ساعتی که به نظر من خیلی جذابه و شارژ سریع 90 واتی رو هم بهمون میده که آداپتورش هم خب مسلما داخل جعبه هست که انتخاب خیلی خیلی جذاب. شارژ کاملش توی 45 دقیقه 6000 میلی آمپر ساعت توی 45 دقیقه شارژ کامل میشه. دوربین اصلیش 50 مگاپیکسل، سلفی 20 مگاپیکسل، ولی خب نمیشه انتظار عجیب غریبی از دوربینش داشت. این گوشی هم رم 8 گیگ، حافظه 256 گیگش رو میشه هولوش 26 میلیون تومان توی بازار الان خرید کرد. 27 میلیون تومان میشه الان توی بازار خرید کرد. اما گزینه بعدی گلکسی A56، من خودم یه مقدار دو دلم روی این گوشی واقعیت. خیلی چیز نیستم که مثلا هولوش الان 28 میلیون تومان 30 میلیون تومان بخوایم برای این گوشی پول بدیم و خیلی چیز عجیب غریبی نسبت به A55 گیرمون نیاد. و از اون طرف مثلا S24 FE توی بازار قیمتش یه مقدار بالاتر از این باشه. الان S24 FE توی بازار 128 هولوش 32 میلیون تومانه که خب نمیدونم، ولی خب گزینه مناسب توی این بازار قیمتی تا 30 میلیون تومان این گزینه انتخاب مناسب میتونه باشه. بدن شیشه‌ای، فریم فرزی، طراحی واقعا جذاب به نظر من. پنل نمایشگر 6.7 اینچی آمولد 120 هرتز با استاندارد IP67 و روشنایی صفحه نمایش هم بگم 1200 نیته. تراشش هم اگزینوس 1580 که گزینه مناسبیه. 6 سال به‌روزرسانی اندروید، در حالی که اندروید 15 رو همین الان روی این گوشی داریم، یعنی آخرین نسخه اندروید الان روی گوشی داریم که اتفاق خیلی جذابی. باتریش هم 5000 میلی آمپر ساعت
با شارژ سریع 45 واتی و دوربین اصلیش 50 مگاپیکسل و سلفی 12 مگاپیکسلی داریم و امکان ضبط ویدیو با وضوح 4K رو هم اینجا ما داریم. قیمتش هم الان توی بازار گفتم هولوش 28 میلیون تا نسخه 8 حافظه 128 گیگ میتونید خرید انجام بدید. دیگه داریم کم کم به آخرای داستان میرسیم. 2-3 تا لیست بیشتر نمونده، ولی الان بریم سراغ بهترین گوشی‌ها تا حدود 40 میلیون تومان. گزینه اول پوکو F6 پرو که به نظر من گزینه خیلی جذاب، بدنه شیشه‌ای، فریم فلزی، نمایشگر آمولد 6.7 اینچی، رفرش ریت 120 هرتز، روشنایی 4000 نیت، گروه گلاس 5، تراشه اسنپ دراگون 8 نسل 2 که هم فارسی و انگلیسی با هم شد 8 نسل 2 که به نظر من گزینه جذابیه و سیستم اندروید 14 و رابط کابل هایپر اوس 1، اما 4 سال به روز رسانی اندروید و 5 سال هم به روز رسانی امنیتی میگیره و از اون طرف باتری 5000 میلی آمپر ساعتی اینجا داریم که آداپتورش هم آداپتور 120 واتیه که گزینه خیلی جذابیه و از اون طرف یعنی توی 30 دقیقه شارژ میشه. 0 توی 30 دقیقه شارژ میشه. دوربین اصلیش هم 50 مگاپیکسل، سلفیش هم 16 مگاپیکسل و امکان ضبط ویدیو با وضوح 8K رو هم بهمون میده که خیلی جذاب. پوکو F6 پرو رو الان میتونید توی بازار رم 12 گیگ، حافظه داخل 512 گیگش رو هولوش 39 و 2300 خرید کنید که به نظر من انتخاب جذابیه و اما رقیبش S24 FE سامسونگ گلکسی S24 FE، بدنه شیشه‌ای، فریم آلومینیومی، نمایشگر 6.7 اینچی آمولد 120 هرتز با روشنایی 1900 و از اون طرف استاندارد IP68 رو پشتیبانی میکنه و تراشش هم اگزینوس 2400 ایه که گزینه جذابیه. رابط کاربرش وان یو 6.1 اندروید 14 4 سال فقط به روز رسانی امنیتی رو به روز رسانی اندروید رو میگیره و باتریش هم 4700 میلی آمپر ساعت. از آداپتور 27 واتی پشتیبانی میکنه که خیلی پایینه و دوربین اصلیش هم 5 مگاپیکسله. در مجموع اگر نسخه 128 S24 FE رو که میاد هولوش 32 تومن این قیمت ها هست بخواید به جای A56 بخرید و رقیب اون بدونیم، واقعا ارزش خرید بالاتری داره. اما اینجا ارزش خریدش خیلی بالا نیست واقعیت، ولی خب به سری اصلا میگن فقط سامسونگ میخوایم بخریم، برای همین من معرفیش میکنم. رم 8 حافظه 256 گیگش الان هولوش 40 میلیون تومان توی بازار قیمت داره و اما تا 60 میلیون تومان که یکی مونده با آخر این لیستمونه، بریم ببینیم چه گوشی بهترین گوشی. به نظر من شیائومی 14 تی پرو انتخاب خیلی جذابه، طراحی جذاب، بدنه و فریم عجیب غریب، اما صفحه نمایش 6.7 اینچی آمولد با نرخ رفرش ریت 144 هرتز که خیلی خوبه، حد اکثر روشنی 1600 نیت و استاندارد IP68 رو پشتیبانی میکنه. تراشش هم مدیاتک دایمنسیتی 9300 اولتراست که به نظر من گزینه جذابیه. توی بحث سخت افزار اندروید 14 رو داریم با هایپروس 1 و باتری 5000 میلی آمپر ساعتی و شارژ سریع 120 واتی. دوربین اصلیش هم 50 مگاپیکسل و سلفی 32 مگاپیکسلی داریم اینجا که رم 12 گیگ و حافظه داخل 512 گیگش رو الان میتونید توی بازار هولوش 60 میلیون تومان خرید کنید. اما بخش آخر بهترین گوشی پرچمدار، یعنی بالای 60 میلیون تومان دیگه. ما اینجا 3 تا انتخاب داریم که هر سه رو بهتون میگم، همشون گوشی خفنی ان ولی خب پسیو سلیقه و اون خواسته شما میتونه متفاوت باشه. گزینه اول آیفون 16 که الان هولوش 70-80 میلیون تومان قیمت داره. نوسانش زیاده واقعا توی فروشگاه‌های مختلف، ولی خب دیگه میدونید آیفون 16 بدنه شیشه‌ای، فریم فلزی، نمایشگر خیلی خفنه، اصلا عجیب غریبی داره، ولی رفرش ریتش 60 هرتز جذاب، ولی خب 60 هرتز به نظر من خیلی مهم نیست این مسئله. حد اکثر روشن 2000 نیتی رو داره که خوبه، IP68 رو پشتیبانی میکنه. تراشش هم A18 خود اپل که 3 نانومتریه و از اون طرف رابط کابلش هم میدونی iOS 18 با 6 سال آپدیت نرم افزاری که بهمون میده که خیلی جذاب. باتری
خیلی خفنی نیست. 3561 میلی آمپر ساعته که هولوش یک روز دووم میاره. اگر استفاده مناسب داشته باشید، استفاده کم داشته باشید، بیشتر از یک روز هم میتونه دووم بیاره و شارژ سریع 25 وات 20 واتی رو هم بهمون ارائه میده. توی دوربین هم حرفای خیلی زیادی برای گفتن داره، خیلی زیاد عجیب غریب خوبه و امکان ضبط ویدیو با وضوح 8K رو هم 8K رو هم داره. الان هم توی بازار 8 گیگ نسخه رم 8 گیگ و حافظه داخلی 128 گیگش هولوش آخرین بار که دیدم 80 میلیون تومان میتونید خرید کنید که به نظر من گزینه جذابی میتونه باشه اگر بخواید پرچمدار داشته باشه اما هزینه خیلی زیادی نپردازید. اما گزینه بعدی S25 اولترا، آخرین پرچمدار سامسونگ که بدنه شیشه‌ای، فریم تیتانیومی، نمایشگر 6.9 اینچی خیلی خفن، رفرش ریت 120 هرتز، حداکثر روشنی 2600 نیت، استاندارد IP68، تراشه اسنپ دراگون 8 الیت، نمیدونم هر چی بگم کم گفتم. اندروید 15 وان یو آی 7 که 7 سال به روز ثانیه اندروید رو بهمون میده و به روزستان امنیتی هم قوی بهمون ارائه میده. باتری 5000 میلی آمپر ساعتی 45 وات و از اون طرف دوربین اصلیش هم که 200 مگاپیکسل، دوربین سلفیش هم 12 مگاپیکسل. توی دوربین هم حرفای زیادی برای گفتن داره که در مجموع پرچمدار تمام عیار. اگر سامسونگ میخوای بخری این گزینه به نظر گزینه خیلی خوبیه که الان توی بازار نسخه 12 گیگ حافظه داخلی 256 گیگش هولوش 110 میلیون تومان میتونید خرید کنید. 110 میلیون تومان گوشی. یه زمانی ما با 110 میلیون تومان میتونستیم اصلا انتخابای عجب غریبی داشته باشیم، واقعا بریم 10 تا پراید بخریم. نمیدونم، عجب غریبه. اما گزینه آخر آیفون 16 پرو مکسه که الان توی بازار هولوش 15-16 میلیون تومان به بالا میتونید خرید انجام بدید. الان حافظه 8 گیگ رم 8 و حافظه 256 گیگ حدود 120 میلیون 115 میلیون تومان میتونید خرید کنید. دیگه چی از خوبی آیفون 16 پرو مکس بگم؟ صفحه نمایش خفن، رفرش ریت 120 هرتز، حداکثر روشنی 2000 نیت، نمیدونم استاندارد IP68، 18 چیپست 18 پرو که خفن، دوربین های به شدت عالی. اگر دوربین مد نظرتونه 100% آیفون، اصلا هیچ انتخاب، اصلا شک نکنید 100% آیفون بهترین گزینه است. رابط کار برای iOS 18 با 6 سال پشتیبانی نرم افزاری که خیلی جذابه و عالیه دیگه. یعنی پرچمدار این سه تا گزینه میتونه گزینه‌های خیلی خفنی باشه. دم همتون گرم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم این راهنمای خرید بعد از مدت‌ها براتون جذاب و کاربردی بوده باشه و خیلی خوشحال میشم که اگه چنل رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید، اگر دارید سابسکرایب ویدیو رو لایک کنید، یک کامنت بذارید برام، انرژی بدید بهم و حمایتم کنید و به دوستاتون معرفی کنید که با هم دیگه بتونیم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم. هر سوالی هم دارید توی کامنت بپرس، حتما جواب میدم. ارادت، روزگارت.